اگر شما امتان من گفت دختری که در خانه تولد میشد نوازیشش کنید، بوسش بزنید، میده میده به خدا شناسش کنید، به حرفکای قرآن شناسش کنید، او را نگذاره که او دستی به دستی این گرگه های بیرونه شود. او را از همه چیز محافظت کنید، تربیتش کنید. خب کوچه‌گردش نکنید، رقاصش نکنید، ویچرگردش نکنید، تربیت که خوب ایمانیش کنید. پیغمبر خدا میگه به تو را ای پدر میگه ای مادری که سخنی مرا قبول کردی، فراموش نکن که تو برای این تربیت من پیش تو از پشت من وارد جنت میروی. پیغمبر وعده دارد. این وعده یگان امروزه آدمایی نیست که گویی خیلی دروغ میگه. این سخن پیغمبر است که پیشادون کال همراه من به خاطر تربیت خوبی دخترت کردگی وارد جنت میشوی.